سلام به همه، به یه قسمت دیگه از Walk with Fairy خوش اومدی. این بار اومدیم دل شهر رشت، جایی که زندگی واقعیه، بازار محلی یا به قول خودمون سر میدون. اینجا از اون جاست که با یه قدم میری توی دنیای دیگه، یه دنیای رنگ بارنگ و پر از صدا، طعم و خاطره. از همون اول بوی سبزی تازه، بادمجون و کاهو با صدای فروشنده‌هایی که انگار دارن آواز میخونن قاطی میشه. یه سری‌ها جوجه رنگی و اردک بچه میفروشن که دلت میخواد همشون رو ببری خونه. یه مغازه هایی فقط مخصوص سیر تازه است. حالا به قسمت شیرین ماجرا رسیدیم. مغازه‌های شیرینی فروشی با کلی کلوچه محلی، باقلواهای گیلانی، رشته خشکار داغ، لطیفه و نون کشتا پر شدن. بوی وانیل، هل و دارچین آدمو دیوونه میکنه. لبنیاتی هایی با پنیر قالبی، ماست چکیده، عطاری هایی پر از ادویه های رنگارنگ، زیتون فروشی، گردو، ترشی، رب‌های محلی و مغازه هایی که آب نبات های سنتی میفروشن. همه یه گوشه از این بازار پر از زندگی هم. اما شاید جذابترین بخش ماهی فروش ها باشن، جایی که انواع ماهی زنده، شور، دودی و تازه منتظرن تا برن توی سفره های گیلانی. اگه آماده ای بیا با هم قدم بزنیم توی قلب تپنده رشت. همزمان یه مغازه لبنیاتی ماست چکیده و پنیرهای قالبی رو چیده کنار هم. کنارش یه عطاریه که پر از شیشه های ادویه است، زردچوبه، سماق، دارچین. رنگ ها و بوها آدمو میبرن یه سفر قدیمی. یه خانم مسن یه بسته کلوچه به دستشه و با فروشنده درباره طرز پختش صحبت میکنه. صدای گویش گیلکی خودش یه جور شعره. عطر باقلوا و کلوچه محلی گیلان، رشته خشکار، نان کشتا و نون شیرمال از مغازه های شیرینی فروشی میپیچه تو هوا.
ماجراجوییمون از ورودی بازار شروع میشه. از همون لحظه اول بوی سبزی تازه و صدای فروشنده هایی که با عشق داد میزنن خیار محلی بدم، طالبی شیرینه ها. چشمون میفته به دونه دونه میوه ها، سیبای سرخ، هندونه‌های قاچ شده، موزایی که با نظم خاصی چیده شدن و توت فرنگی هایی که آدم رو وسوسه میکنن یه جعبه‌شو بخره فقط واسه نگاه کردن. شیره توت بکن یکتونم نه
حالا وارد قسمت پررنگ‌تر میشیم. غرفه های تره‌بار. بادمجونای براق، کاهوهای ترد، کلم‌های بنفش، خیارهای تازه چیده شده. مغازه‌دارا با ترازوی قدیمی حساب میکنن و با لبخند میگن خودت بچین عزیز، هر کدوم خوشت اومد. صدای برخورد سبدها با هم و همهمه مشتریها موسیقی زنده این قسمت بازاره. بین سبزی‌ها عطر نعنا و ریحون آدمو مست میکنه. از کنار یه مغازه رد میشیم که نون شیرمال تازه گذاشته توی سینی، طلایی و داغ. نمیشه بی تفاوت رد شد. نمیشه قول نزنیم. حالا نمادیا باشون عجیب بدم. ها جان چه؟ یا تو اون جلاب داری. فردا مرا بدم میگی. 50 چه؟ 50 1 کیلو. آقا 1 کیلو 100 تومن توت بوته‌ای. یه مغازه کنارمون هست که فقط سیر تازه میفروشه. سیرها رو با نخهای ضخیم دسته کردن و مثل دکور آویزونشون کردن. و حالا رسیدیم به بخش خاص بازار رشت، ماهی فروش ها. یه بخش بزرگ از بازار اختصاص داره به انواع ماهی، از ماهی زنده گرفته تا ماهی شور و دودی. فروشنده ها با چکمه و پیشبند با تندترین لهجه شمالی داد میزنن ماهی سفید تازه داریم، دودی، شور. آقا اما 250 دریایی همه 250. اولی اشکالان اما 250 اصلا نیست. پلیسیای اما چند 200 تومن وایسه. آیا بشار بده. زاکچری آقا همدانه. اونورتر چند تا جوجه رنگی و اردک کوچولو توی قفس‌ها بالا پایین میپرن. بچه‌ها ذوق میکنن، بزرگترها لبخند میزنن. بازار داره نفس میکشه. یه مغازه هم صنایع دستی گیلانی داره. ظروف چوبی، سفره‌های سوزن‌دوزی شده و عروسک‌های محلی. از اینجا کم کم مسیرمون به سمت خروجیه.
ولی این بازار آدم رو رها نمی‌کنه. حتی وقتی ازش دور میشی یه تیکش همیشه باهاته. شما خیلی جلو میره. کباب دارم با ماهی، کباب دارم با ماهی. غلام کردن غلام خدا کردن بیا رسی بیا بوشو اما 200 تومن انسانی کپال دارم دریا کپال کنم همه 250 همه 250 همه 250 همه رو سلام همه سلام پول هم بودم بجا نکن این کارو نکن من خب این هم از گشت و گذارمون توی دل بازار محلی رشت. یه دنیای واقعی، زنده، پر از رنگ و بو و طعم. امیدوارم از این پیاده روی لذت برده باشی، همونقدر که من از ضبط کردنش لذت بردم. اگه برات جالب بود خوشحال میشم لایک بزنی، برام بنویسی که کدوم بخشو بیشتر دوست داشتی. ما رو دنبال کنی تا توی قسمت‌های بعدی بازم جاهای نابتری رو با هم ببینیم. تا قسمت بعدی، از قلب بازار رشت تا قلب تو، خداحافظ.